It's not enough to just master the content. A professional teacher must have the skills to turn the annual plan into a roadmap for success. آیا میدونستی فقط داشتن دانش کافی نیست که یک معلم رو موفق میکنه؟ اگه این 5 مهارت رو بلد نباشی، طراحی سالانت هم پر از استرس میشه. پس این 5 مهارت کلیدی رو از دست نده. مهارت اول، هدف گذاری درست. یعنی بدونی دقیقاً چه چیزی رو میخوای به دانش آموزانت یاد بدی و هدفت با برنامه درسی هماهنگ باشه. مهارت دوم، زمانبندی هوشمند. یعنی تقسیم محتوای آموزشی در طول سال به شکلی که با تعطیلات و مناسبت‌ها هماهنگ باشه و فرصت مرور هم باقی بمونه. مهارت سوم، طراحی فعالیت‌های جذاب. یعنی فعالیت‌هایی طراحی کن که یادگیری رو لذت بخش کنه. از بازی، پروژه، کار گروهی یا فناوری آموزشی کمک بگیر. مهارت چهارم، انعطاف پذیری. اگه شرایط کلاس تغییر کرد یا سطح دانش آموزها متفاوت بود، بتونی به سرعت برنامه‌ت رو تغییر بدی. و مهارت پنجم، ارزشیابی مستمر. یعنی فقط آخر سال امتحان نگیری، در طول مسیر یادگیری مدام پیشرفت دانش آموزان رو بسنج و بر اساس اون برنامه‌ت رو اصلاح کن. پس اگه میخوای یه معلم حرفه‌ای باشی، این 5 مهارت رو تمرین کن و بذار طرح سالانت مثل یک نقشه راه موفقیت عمل کنه. حالا تو بگو به نظرت کدوم مهارت برای معلم ها مهمتره؟ توی کامنت ها بنویس. یادت نره این ویدیو رو لایک کنی و برای معلم های همکارت بفرستی تا همه با هم بهتر یاد بگیریم.